هفته جاری خبری در قید حیات نبودن یکی از شخصیت‌های زید و نقیض در تاریخ سیاسی ازبکستان، اکرم یولداشف معلوم شد. رادیوی آزاد لیگ بخش ازبکی رادیوی آزادی شهادت آن را پیدا کرد که رهبری حرکت مذهبی اکرمیه هنوز 5 سال پیش در حجره زندان درگذشت و سبب مرگش بیماری سیل بوده است. اکرم یولداشف را در ازبکستان تا زمان حبسش به عنوان یک صاحبکار، تشبثکار ایده تجارت اسلامی و بیشتر از آن مؤسس حرکت سیاسی اکرمیه میشناختند. او را سال 1999 بعد ترکش در تاشکند با اتهام تروریسم به 17 سال زندان محکوم و 6 سال بعد در تشکیل آشوب اندیجان هم متهم کردند. مقامات گفتند که اکرم یولداشف این اسیان را که بعداً به خشونت و هم سرکوب صدها اعتراضگر بدل شد، از حجره یک اتاق زندان رهبری میکرد. حالا درباره شخصیت اکرم یولداشف، نفری که آخرین بار صحبت‌هایش را توسط نوار ویدیویی جریان بازپرسی در سال 2005 دیده اند، با شارح رادیوی آزاد لیگ سراج الدین طالب بررسی میکنیم. سراج الدین سلام، بگویید که چطور شد که خبری در گذشته این شخص که 5 سال پیش بوده است تازه معلوم شد؟ باید قید کنیم که اکرم یولداشف باید هفته آینده از محبس آزاد میشد بعد از 17 سال بعد انجام مهلت حبس. بله، ولی تا هنوز درباره زنده بودن او یا مرگ او چیزی معلوم نبود. 6 سال قبل خواهرش از امریکا آمد و میخواست برادرش را بیند، ولی مقامات کشور گفتند که این کار را نمیتونن کنند و نزدیکانش نمیدانستند که آیا این اکرم یولداشف 47 ساله زنده است یا مرده است. 47 ساله در سال 2005؟ نه، 47 ساله در همین، یعنی همین سال الان 47 سال داشت. میشد البته بله. معلوم بله. نیست و رسما باید روز 17 فوریه بعد یک ماه، یعنی هفته آینده میشه، بعد از یک ماه باید آزاد میشد و به نظر میرسد مقامات ازبکستان تصمیم گرفتن که این آشکار کنند، چون بعد از یک ماه رسما اینا مجبور میشدن که گویند که اکرم یولداشف مرده است. اصلا خود اکرم یولداشف چی شخصیتی بود و چطور شد که همین حرکت مذهبی خود را زیر زمینی، البته غیر قانونی خود را تشکیل کرد و هدف آن چی بود؟ اکرم یولداشف، درباره اکرم یولداشف چیزی زیاد معلوم نیست و آن چیزی که ما میدانیم یک فرزند و یک پسر دارد و همسرش الان در امریکا زندگی میکنند. خودش بعد از انجام دانشگاه در ختم دانشگاه در اندیجان معلم فیزیک و متماتیک یکی از مدرسه های میانه شهر اندیجان بود و در اونجا گویا سال 1992 اعضای حزبی که در ازبکستان ممنوع است، حزب تحریر می شود و پس از یک مدت او را ترک می کند و با غایه‌های خودش یک کتاب را می نویسد که نامش ایمانگاه یول، یعنی راه به ایمان است و در آنجا عقیده های فلسفی خود را عاید به اسلام و سیستم موجود ازبکستان می نویسد. در آنجا می گوید که باید ما تجارت را پیش بریم و رهبر کشور را چون رهبر ملت رهبر شناسی میگوید، ولی عقیده های او اصلا به یک گروهی گویم که نه آنقدر بزرگ نگرانیده شده بود و آنها پیروی او شدن. اکثرشان اقربای او، خویشتبارای او بودند. یعنی شما گفتنی هستید که همون ایده یا غایه هایی که او پرورش میکرد در سرش ضد حکومت اسلام کریموف نبود؟ نه اصلا این چیز رو حتی میگفت که باید ما احترام کنیم و علیه دولت نباریم. عقیده‌اش بیشتر عقیده مالی داشت، یعنی باید مسلمان ها با تجارت مشغول شویم و عقیده خود عادل و با همدیگر باید ما همکاری کنیم بین مسلمان ها و در آینده آهسته آهسته ما میتونیم سر قدرت بیاییم. طریق تجارت و گرفتن راه‌های، یعنی سیستم تجارتی و به دست آوردن سرمایه ما میتونیم به عقیده خود برسیم. یعنی گویا میگفت که پیغمبر ما
محمد صلی الله علیه و سلم تجار بود و طریق تجارت ایده خود را پخش کرد و بالاخره به قدرت رسید. خب چطور شد که در فعالیت اکرمیه حکومت ازبکستان خطر را احساس کرد؟ میدانید سالهای اخیر پیش از آشوب اندیجان سال 2005 طرفدارای اکرمیه در اندیجان خیلی نفوذ پیدا کرده بودند. آنها تقریبا همه ساحه اقتصادی ولایت اندیجان را به دست گرفته بودند. ساحه تجارت گوییم که ساختمان و غیر از این استحصال قندالت ها، مبل ها، یعنی تمام نیروی با نفوذ تبدیل شده بودند و در حکومت نیز خیلی طرفدار زیاد خود را پیدا کرده بودند. پول زیاد داشتند و این البته خطر به گویم که حکومت مرکزی